درود. امروز اینجاییم تا با قوانین فیسیت آشنا بشیم و بدونیم چه کارهایی نباید انجام بدیم که بند نشیم. و همچنین آخر ویدیو میخوام بهتون بگم که چطوری میتونید بدون اینکه پول بدی پریمیوم بخرید. ببینید بچه‌ها، من خودم چند بار بند شدم. یه دونه 7 روزه بند شدم، یه دونه 1 ماهه بند شدم و یه 3 ماهه. و رفتم پیگیر شدم که دلیل این بندی‌ها چیه و چرا دارن منو مدام بند میکنن. کلی پرسجو کردم، به خود سایت فیسیت تیکت زدم و نتیجه اون پرسجوها شد این ویدیویی که من برای شما ساختم. بچه‌ها، اولین قانونش اینه که بازی رو به هیچ عنوان ترک نکنید. قانون بعدی اینه که اگر براتون مچی پیدا کرد اکسپت تا حتما بزنید. اگر اکسپت نکنید دفعه اول 10 دقیقه و دفعه بعدی مدت زمان بیشتری رو بند میشید. مورد داشتیم که چندین ساعت هم بند بودن. قانون بعدیش ساختن چند اکانته. یعنی اگر تشخیص بده که شما چند تا اکانت توی فیسیت دارید شما رو بند کنه. استفاده از چیت یا نرم افزارهای تقلب هم که مسلما بند داره. و اما وین ترید، اگر بفهمه که شما دارید وین ترید میکنید توی فیسیت اکانت شما رو بند کنه. اگر بفهمه که اکانت شما روی سیستم دیگه ای باز شد و اون گیم پلیش با گیم پلی شما متفاوته، یعنی در کل اگر تشخیص بده که اکانت شما دست اسمورفه شما رو بند کنه. اما مهمترین بنیان، ببین اگر بد رفتاری یا توهین به اشخاص دیگه ای داشته باشید روی این موضوع خیلی حساسه و آدمایی هستن تو فیسیت که این بازی ها رو رکورد میکنن. اگر تایپ شما یا وایس شما رو رکورد کنه که دارید به کسی توهین میکنید یا فوش میدید، مستقیما شما رو بند میکنه و خیلی براش مهمه که قومیتی به کسی توهین نکنید. این مدل توهین ها رو در جا بند میکنه. دارم میگم توهین، فوش و بدرفتاری یا اسپم، نمیدونم اسپم روی آیتما، اسپم روی دد کسی، اینا اگر رکورد بشه و تیکت بزنن شما رو 100% بند میکنه. در کل باید خوش رفتار باشید تو فیسیت یا کلا چیزی نگید. ببینید ما داریم فیسیت بازی میکنیم که ستاشو در بیاریم، الکی دنبال بحث و دعوا با این اون نباشید. سعی کنید به بازی خودتون تمرکز کنید و بازی کنید. و اما مهمترین بنی فیسیت، ببینید فیسیت وقتی یه مچی رو فایند میکنه کاپیتان اون تیمو خودش توی مچ مشخص میکنه. مثل این صفحه که میبینید کاپیتان این تیم ایشون است و کاپیتان این تیم ایشون. و وقتی که توی قسمت لابی میرید و قسمت پیک و بند ها میرسه، همین افراد باید کاپیتانی رو بگیرن. اگر شما کاپیتانی رو بدزدید و اونا شما رو ریپورت کنن اکانت شما در جا بند میشه. اگر رکورد کنن این موضوع رو تیکت بزنن اکانت شما مدت طولانی بند میشه، حتی اگه برای چند ثانیه گرفته باشید کاپیتانی رو و به نفر بعدی داده باشید. همونطور که میبینید فیسیت خودش یه سامری داره. تو دوتا بهش میگفتیم سامری. این سامریتون هر چی رو به سبزتر باشه شما توسط ریپورت به هیچ عنوان بند نمیشید. خب حالا چیکار کنیم سامریمون بیاد بالا؟ ببینید ما یه سری وقتا بد بازی میکنیم، چه بخوایم چه نخوایم. توی یه سری بازی‌ها آیتمامون نمیاد، دد زیاد میدیم یا هر چی. خب تو اون بازی‌ها ما مسلما ریپورت میشیم. حالا کاری با اون بازی‌ها ندارم. بازیایی که خوب بازی میکنید و بازی سر شما وین شده رو به تیمتون بگید که شما رو کامنت کنن. حالا چطوری باید کامنت کنن؟ وقتی مچ تموم میشه روی پروفایلشون که کلیک کنید یه عکس لایک هست یا دیسلایک. لایکو که بزنید مسلما کامنتشون کردید، دیسلایکو که بزنید ریپورتشون رو میتونید بدید. و اما اگر بازیکنی تو مختونه یا داره گریف میکنه میتونید روی پروفایلش بزنید و بلاکش کنید. تو بازی‌های بعدی اون شخص یار شما نمیشه. یعنی یه لایک به ما نمیرسید. حالا بیایید بهتون بگم چطوری میتونید بدون اینکه هزینه‌ای پرداخت کنید پریمیوم فیسیتو به دست بیارید. بچه‌ها شما با رد کردن کوست های فری که هر هفته و هر ماه توی این قسمت میاد و کوست های فری روزانه و هفتگی که اینجا میبینید میتونید یه سری شارت به دست بیارید. به اصطلاح شارت که همون پوینت های فیسیت هم. من تو ویدیوهای بعدی کامل بهتون توضیح میدم که چطوری میتونید این شارت ها رو به دست بیارید. ببینید بچه ها، حتی شما میتونید یه درآمد نسبتا خوبی وقتی پریمیوم ندارید از فیسیت داشته باشید که باز من تو ویدیو بعدی دقیق توضیح میدم. اما اینجا بهتون یه ریزشو نشون بدم. ببینید مثلا تو کوست هفتگی الان گذاشته که نفر اول یه همچین ستی رو میگیره
که قیمتش توی مارکت 23 دلاره. یعنی شما اگر زرنگ باشید، خوب بازی کنید و یک هفته وقتتون رو روی فیسیت بذارید، یه 20 دلار فقط از روی این کوست در میارید. حالا وقتی این پوینت های فیسیت رو جمع کردید از کوست های رایگان، میتونید وارد شاپ بشید. اینجا روی پروفایل که کلیک بکنید، شاپ آلو بزنید، میبینید که برای شما یک پریمیوم 7 روزه و یک پریمیوم 1 ماهه گذاشته. وقتی شما شارت هاتون به 15500 تا رسید، میتونید بیاید 1 ماه پریمیوم رایگان فیسیت رو خریداری کنید و اگر اون 1 ماه رو بازی کنید و کوستاش رو رد کنید، شما حداقل بین 100 تا 200 دلار ازش درآمد دارید و خیلی راحت با فروختن اون ست ها که توی ویدیوی بعدی دقیق دربارش صحبت میکنیم، میتونید دوباره پریمیوم رو بخرید. حتی وقتی پوینتاتون به 4350 رسید، میتونید یه 7 روزش رو بخرید. دقت کنید روز اول این کوست های هفتگی باشه که میخرید که بتونید 4500 تا اینجا رو حتما ازش در بیارید و در کنار اون 4500 تا بتونید از کوست های ماهانش هم یه مقداری در بیارید که توی یه هفته احتمالاً تا اینجا بتونید رد کنید. و در کنار همه اینا کوست های روزانه و هفتگیتون هم داره رد میشه و اینجا هم یه سری شارت ها میگیرید. اگر خواستید پرمیوم بخرید، آیدی تلگرام براتون میذارم تو دیسکریپشن، بهم پیام بدید براتون خریداری میکنم. به جرئت میتونم بگم زیر قیمت تمام سایت های دیگه، اما قیمت دقیق الان نمیتونم بدم چون قیمت دلار مدام داره بالا پایین میشه متاسفانه. حالا سابسکرایب و کامنت هم اگه کردی که دیگه بابا دمت گرم. تا ویدیو بعدی، بدرود.